بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نزدیک 3 قرن است که اندیشه شخصیتی با نام مرحوم شیخ احمد بن زین الدین احصایی در ساحت علم و اندیشه اسلام و تشیع منتشر شده. افراد متعددی از ایران و عراق و هند و پاکستان و افغانستان، اقالیم قبله، تأیید کرده اند ایشون رو و به خواندن آثار ایشون توصیه کردند. از طرفی هم در همین بلاد، در ایران و عراق و دیگر از کشورهای اسلامی، افرادی نهی کرده اند از خواندن آثار مرحوم شیخ احمد بن زین الدین احصایی. منطق، عقل و شرع اقتضا میکنه که انسان با بصیرت پیش بره. کسی که تأثیری ژرف و عمیق در جامعه تشیع داشته و علمای اعلامی توصیه کرده اند به خواندن آثار ایشان، نشان دهنده این است که این شخصیت ویژه و مهم است. آثار او، مکتب او باید مورد توجه قرار بگیره. در سلسله ویدیوهایی در این صفحه به دنبال این هستیم که او که بود و چه گفت. شیخ احمد بن زین الدین احصایی، جوانی که از منطقه متعرفی احسا برخاست و حرکت کرد، هجرت کرد به حوزه نجف و کربلا و از آنجا سفرهای متعددی رو به شهرهای مختلف ایران داشت و در این نقشه جغرافیایی در هر کجا آثار وجودی خودش رو باقی گذارد، رسائل خودش رو به یادگار گذارد. چه گفت و مکتب او برای ما چه پیامی دارد؟ بزرگان مکتب او چه افرادی هستند؟ امتیازهای سخن او چه چیزهایی است؟ آیا همان تشیع اثناعشری است یا چیزی فراتر از آن است؟ و اگر همان تشیع اثناعشری است، چه ژرفنگری در تشیع اثناعشری داشته که سبب شده مکتبی به نام او اختصاص بیابد؟ همه این چراها و بیش از اینها در این سلسله بحث ها بررسی می شود.